السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، در برنامه ترازوی عمل هستیم. برنامه که عاید داد و گرفت های مالی و مسئله های جدید زمانوی همراه شما عزیزان صحبت می کند. هرچند که زمان پیشتر می رود، داد و گرفت های مالی نیز دارد پیشتر می رود و چون امروزها خیلی داد و گرفت های زیادی هستند که به نام اگر تجارت باشند هم در اصل آنها همیشه با ربا و یا با قمار و یا با معامله های مشکوک دیگر آمیختگی دارند. تصمیم گرفتیم همراه شما عزیزان عاید داد و گرفت هایی که در شریعت محرم هستند و یا مشکوک هستند به پرگی صحبت کنیم. و گویا که زمان رسیده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء لما اخذ المال بحلال ام بحرام. روزی می رسد که مردم آن مالی که به دست آورده اند پروا نمی کنند، آیا از راه حلال به دست گرفتند و یا از راه حرام. امروزها نیز هزار و یک معامله های هست که اگرچه در نام تجارت هست و یا در نام اگر اجاره گرفتن و اجاره دادن، قرض گرفتن و قرض دادن هست، اما وقتی ما از تهش گفتگو میکنیم میبینیم که یا به ربا و پراتین آمیختگی دارد یا داد و گرفت های پر از شبهناک است. و موضوع امروزه ما یکی از موضوعهای هست که اگرچه در نام خرید و فروش تقسیطی یا خود رسروچکه هست، بسیاری از این نمودی تجارت هم به ربا دادن و ربا گرفتن آمیختگی دارد. و درباره خرید و فروش تقسیطی که اساساً با اصطلاح روسیش رسروچکه همه ما میشناسیم، امروز خواستیم همراه شما یک موضوع پوره داشته باشیم. بیایید شناس میشویم که رسروچکه یا خود خرید و فروش تقسیطی چی است. خرید و فروش تقسیطی این است که فروشنده کالای خودش را به نرخ میگذارد و اساساً در رسروچکه قیمت کالایی که به رسروچکه فروخته می شود گرانتر از آن قیمتی است که یک لخت خود حاضر پرداخت کرده می شود. برای مثال تلفنی که $400 است، فروشنده میگوید تو می توانی مبلغ این تلفن را در حدود 1 سال و یا 6 ماه به من برگردانی، ولی $400 نه و $500 میخواهم. و یا اینکه عیناً خودی نرخش تلفن من به فروش نرفته ایستاده است، من میخواهم برای آن به هر راه باشد یک خریدار پیدا کنم و میگویم اگر الان مبلغ نداری میتوانی مبلغ این تلفن و یا کالای دیگر را در مدت‌های دراز پارچه پارچه تقسیم کرده به من برگردانی. در زمان امروز اساساً مالهای غیر منقول مثل خانه و در، باغ و بستان، آن چیزهایی که خیلی گرانبها هستند از طریقه تقسیط یا خود همین رسروچکه می فروشند و فروشنده همراه خریدار با هم عقد و پیمان می کنند که مبلغی این کالا را سر اول پیش پرداخت یک مقدار می دهند، بقیه آن را بعداً هر ماه یا حدودی 1 سال در چند ماه بین خود اتفاق داشته باشند این را به هم دیگر می رسانند و اساساً در اینجا هم خریدار برد می کند هم فروشنده. فروشنده کالایی که برای آن خریدار نیافته بود خریدار پیدا می کند. خریداری که در دستش مبلغ زیاد نیست با یک مبلغی که ماهانه به دستش می آورد صاحب خانه شده می تواند و یا صاحب تلفن و یا چیزهای دیگر. در دولت‌های پیشرفته از این نمود تجارت در همه ساحه‌های تجارتی کار میبرند، حتی در فروخت لباس و اشیاءهای خانوادگی، ماشین و در همه نمود تجارت. آیا این نمود تجارت یعنی کالا را به دست مشتری یا خریدار میدهیم بعد میگویم مبلغش را میتوانی در مدت 1 سال یا چند مدت پارچه پارچه به من برگردانی، آیا این نمود تجارت در شریعت جایز است یا نه؟
در نزد جمهور علما از جمله مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه این نمود تجارت جایز و حلال می باشد و دلیلش هم حدیثی که در ابو داوود آمدگی هست و کتاب های سنن دیگر آمدگی است. حدیثی عمرو ابن عاص می باشد. عمرو ابن عاص می گویند امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اخذ بعیر ببعیرین الی ابل صدقه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به من امر کردند که با پول 2 شتر 1 شتر گیرم و مبلغ آن را پس از 1 سال برگردانیم. اینجا در اسباب ورود این حدیث گفته می شود که پیامبر می خواستند به غزوه برایند و برای لشکر شتر کفایگی نمی کرد و به عمرو ابن عاص می گویند که عمرو برو و برای مثال به جای 200 تا شتر 100 تا شتر گیر و بگو سال آینده ما به تو 200 تا شتر و یا مبلغ 200 تا شتر را می دهیم. و این حدیث دلیل است به آن که می شود یک چیز را یا یک کالا را که خودش ارزان تر است گرانتر کرده بخریم و مبلغ آن را دیرتر پردازیم و آن مبلغ پرداختن می شود تقسیم پارچه باشد و یا اینکه یک لخت پس از 1 سال و یا بعد از 6 ماه باشد. اینجا می شود که کلاه را گرفت و گفت من از نرخ خودش گرانتر به تو مبلغش را می دهم اما در دست مبلغ ندارم، آن را بعداً پس از یک مدت معینی که با هم اتفاق کردیم به دست تو می رسانم که دلیل آن هم همین حدیث عمرو بن عاص است و جمهور علما به این نمود تجارت اجازت داده می باشند و تجارتی که مبلغ کالا بعداً داده می شود و یا پارچه در مدت معین داده می شود. ولی اینجا از شرط های مهمی هست که رعایت شود. از شرط هایی که در تجارت تقسیطی و یا رسراچکه حتما باید فروشنده و خریدار با هم به این رعایت کنند، این معلوم کردن مدتی برگردانیدن مبلغ می باشد. باید خریدار به فروشنده بگوید که سری هر 1 ماه و یا تاریخ معین هر 1 ماه تو مقدار از مبلغ را که تقسیم می شود به من آورده می دهی. برای مثال اگر تلفن $300 باشد تو هر ماه برای من $50 در مدت 6 ماه آورده می رسانی و یا اینکه در مدت 3 ماه $100 در تاریخ اول و یا در تاریخ معین دیگر به من آورده می دهی. حتما باید تاریخ معین باشد و چند مقدار پول از دست فروشنده به دست فروشنده آمده از دست خریدار می رسد این را هم معین کرده باشند، برای آنکه اگر مبادا تاریخ معین نباشد اینجا اختلاف، دشمنی و کشمکشی زیاد بین دو طرف برگزار می شود. و از شرط های دیگر این است که مبادای در شرط های بیع رسراچکه و یا خرید و فروش تقسیطی یگان نمود شرط پرسنت بندی وجود نداشته باشد. مثل اینکه بسیاری از مغازه ها و یا شرکت های تجارتی میگویند ما از راه رسراچکه بار خود را و یا کالای خود را می فروشیم، اگر مبادای 1 ماه دیر کردی 1 باره 10% و یا 2% و یا یک مقدار فائز نرخ کالا زیاد می شود. این عین همان ربا است که در شریعت حرام است و وقتی که فروشنده شرط بندی می کند به خریدار که در صورت دیر کردن تو از خود مبلغ تقسیط و یا قسم مبلغ باز 2% زیادتر و یا 10% و یا یک مقداری کمی هم باشد فائز زیادتر می بیاری و فائز می بندیم، این الکی به پرسنت تبدیل می شود و این گونه نمودی تمام نمودهایی که به خود تجارت تقسیطی داخل کردیم یک باره خرید و فروش ما را حرام می‌گرداند. اما اینجا وقتی که ما میگوییم بیع تقسیطی اگر این شرط در درونش نباشد، یعنی بستنی فایز وجود نداشته باشد، حلال است و ما میتوانیم کالا را با تقسیط در مدت معین فروشیم، یک چیز را عزیزان حتما باید به این نوبت گیریم. موافقی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا بعضی از نمودی کالاهای وجود دارد که فروختن آن با رسراچکه حرام است
و اینها را پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مشهور مسلم میگویند: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى. ذهب بالذهب، طلا را به طلا. باید وقتی شما با کسی طلا میفروشید دست به دست فروشید. شما طلا را دادید، او مبلغ را به دستتان بدهد. طلا را با رسروچکا فروختن و یا اینکه نسیه فروختن را پیامبر ریبا گفتگی هستند، برای آنکه نرخ طلا هر دقیقه و هر ساعت زیاد و کم می شود و این در بین دو نفر جنگ و جنجال را می آورد. وقتی که یک نفر طلا خرید، آن را با رسروچکا خریدنش حرام است. حتما باید مبلغ طلا با نقره باشد یا اینکه با پول سومی روسی باشد و یا روسی یا تاجیکی باشد. هر مبلغی که هم باشد دست به دست باشد. و در حدیث دیگر میگویند الذهب بالذهب ها و ها، یعنی تو میدهی و از او میگیری. اگر در غیر این صورت کردید شما ریبا و یا به پرتسین در آمدید. پس در خرید و فروش طلا هرگز رسروچ که در شریعت جایز نیست. وقتی طلا فروختیم و یا طلا خریدیم حتما باید دست به دست مبلغ میدهی، طلا رو به دست میگیری. این چونین مبادا اگر طلا رو با طلا عوض کرده استاده باشیم یا خود علیش کرده استاده باشیم، به گفته ساده تر حتما باید ها و ها، یعنی دست به دست باشد. مثلا به مثل 10 گرم گرفتی 10 گرم میدهی، یک انگشتر 2 گرمه دادی، یک اگر چیزی گوشوار خواستی 2 گرم، یعنی گرم به گرم باید یک خیلی باشد. اگرچه ساخت و یا یکی انگشتر باشد دیگر مرجان. ولی انشاءالله درباره خرید و فروش هایی که ریبا هستند و یا نوع های کالاهایی که بر ریبا داخل میشوند یک موضوع مفصل صحبت میکنیم، چون موضوع تقسیط هست یا رسراج که هست نمیخواهم از اینجا خارج شوم. و در فضه یا خود نقره هم عیناً همین. در نقره بیع یا خرید و فروش رسراج که جایز نیست. وقتی نقره خریداری کردید و یا به کسی نقره فروختید، وقتی او میگوید مبلغش رو بعداً کم کم آورده میدهم و یا نقره‌ات رو خریدم اما پولش رو بعداً میدهم، جایز نیست. نقره هم مثل طلا عیناً وقتی که ما فروختیم و یا خریدیم دست به دست یدن بیاد میدهیم و میگیریم. این رو نه رسروچکا کرده می شود نه نسیه کرده می شود. و چیزهای دیگری که اینجا آمده است تمامش از جو و از برنج و از گندم و از نمک و چیزهایی که آمده است، اینها رو اگر ما با پول رسروچکا فروختیم مشکلی ندارد، اما با همدیگریش اگر عوض کردیم، مثلا گندم دادیم و برنج گرفتیم، نسیه جایز نیست. می شود که با 2 کیلو برنج 4 کیلو گندم علیش کرد یا فروخت، ولیکن باید دست به دست باشد که در این حدیث هم حتما یک موضوع کامل درباره صنف ها و یا انواع ریبا در کجا پرتسین داخل است در کجا نه با هم ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و اینجا وقتی گفتیم دست به دست، به اینجا داخل می شود اسعار یا خود وقتی ما به کسی دلار میدهیم و از او روبل روسی و یا سامان میگیریم، این هم حتما در اینجا باید علاوه کنیم که دست به دست باشد. به تو سامان میدهم به من دلار میدهی، دست به دست، نه اینکه الان دلار رو بگیر فردا به من میبیاری سامان میدهی. این در وقت مبادله کردن. اما وقتی که ما با هم میبینیم که اینجا ما قرض گرفته ایستادیم، از کسی دلار قرض گرفتیم ولی بعداً به او سامان میدهیم، این مسئله کلاً مسئله دیگر است. اما در وقت خرید و فروش دلار یا خرید و فروش اسعار دیگر حتما باید دست به دست باشد. و اینجا یک مشکلی در خرید و فروش تقسیطی به جا می آید. مثلا بسیار وقت یک نفر میخرد چیزی رو میخرد و میگوید من با تقسیط این رو گرفتم، بعداً میگوید من شرایط ندارم آورده داده نمیتوانم، یا اینکه یک فروشنده یگان چیزی گرانبهای خود را فروخت با تقسیط یا با رسراچکا، اما آن طرف این را فریب کرد، پول را آورده نداد. در این وقت چی کار باید کند؟ آیا می شود که یگان شرط و شروط گذاریم؟ مثلا شرط گذاریم که اگر دیر کردی از این چیز می دهیم، یا اگر دیر کردی من از تو چیز دیگر می گیرم. بیاید درباره شرط های رسروچکا یا خود
تقسیط صحبت کنیم. اینجا تمام علما اتفاق هستند که علمای قدام یا خود مذاهب پیشتره وقتی که در بیع رسروچکا یا خرید و فروش تجارت شرط گذاشته نباید شرط مالی گذارید. شرط مالی همین که اگر دیر کردی یک مبلغ دیگری رو به دست من میدهی. برای اون که وقتی مبلغ مالی رو همچون جریمه اعلان کردیم این داخل می شود در ریبا. گویا که تو قرضت رو دیر کردی پرسنت بستم یا خود فایز بستم. برای همین علمای قدام همگی اتفاق میکنند که شرطی که همچون جزا برای دیر کردن مبلغ تقسیط یا رسروچکا میبندید نباید پول باشد. پس چی کار کنیم؟ آیا شرط های دیگر وجود دارد؟ آره، یکی از شرط ها که بعضی از علما آن هم بعضی اجازه میدهند میگویند شما میتوانید به خریدار بگویید که من به تو این کالا رو میفروشم یا خود این خانه رو به تو میفروشم، خانه به نام تو میشود یا تلفن به نام تو میشود، اما تا زمانی که تمام مبلغ رو به دست من آورده ندادی تو حق استفاده کردن رو نداری. برای اون که شاید تو مبلغ رو ندهی، در این وقت مبلغ های به من داده اد رو من به تو برمیگردانم و این کالای خودم در دست خودم می ایستد. یعنی اگر خانه رو با رسروچکا فروخت میگوید تو حقی در درون خانه زندگی کردن رو نداری مگر اینکه همه پول رو به من آورده دهی، اما تا آن زمان تمامی کاغذها و یا خود حجت‌های خانه را به نام تو میگذرانیم. پس تا مدتی که انسانی با رسروچکا خانه خریده تمام پول را بر نمیگرداند او حق استفاده خانه را ندارد. لیکن اگر به این شرط نگاه کنیم بعضی از علما به این اجازه نمیدن، میگن این خرید و فروش است و الکی خرید اگرچه مبلغش را بعداً میدهد، برای همین فروشنده حق ندارد. بیایید به جای این نمود شرط ها از این هم شرط های بهتری که در شریعت هست اون رو گذاریم. برای مثال گرو، در شریعت گرو گرفتن از نفری که از شما قرضدار است جایز است و وقتی که گرو میبندید برای شخصی که از شما چیزی رو با رسروچکا یا تقسیط خرید به او میگوید که البته من این کالا رو به دست تو میدهم، تو هم مبلغش رو در همین مدت معین پارچه پارچه یا قسم قسم به دست من می آوری، ولی برای اون که در دست من ضمانت وجود داشته باشد که تو مرا فریب نمی کنی، تو یکی از چیزهای قیمت بهای خودت رو و یا چیزی که مبلغ آن برابری همین کالا هست در نزد من همچون گرو وامی گذاری. همین که تو تمام تقسیط رو به من دادی، من در این وقت به تو این گروی در نزد من بوده رو به تو میدهم. گرو در شریعت خیلی که میدونیم حلال است و فریحان و مقبوضه با کلمه رهن در قرآن کریم آمدگی است. اینجا آسان تر است. و مسئله دیگر مسئله کفیل. اینجا میتواند فروشنده از خریدار طلب کند که من به خرید و فروش تقسیطی با تو راضی هستم، تو میتوانی مبلغ خانه و یا تلفن هر چیزی که از من خریدی حتی تا 6 سال تا 5 سال تا 4 سال به من بیاوری، اما از تو کفیل میخواهم. یک نفری رو میخواهم که به نزد من آید و گوید اگر این نفر مبلغی تو رو آورده نتوانست من کفیل هستم و من آورده از نام او مبلغ رو به تو میدهم. یعنی یک دستنویس یا زبان خط از یک نفر دیگر میخواهم که او به کفالت گیرد که در حالتی تو مبلغ رسروچکا رو به من ندادن یا که یک گرفتن و غیب زدن، اون کفیل تو همچون به زبان روسی گویم گارانتیا آمده به من اون پول ها رو همه اش رو دهد. این چونین یکی از راه‌های دیگر وقتی با خرید و فروش تقسیطی عمل میکنیم حتما باید خود خریدار احوال او تا چه اندازه درآمد دارد، تا چه اندازه انسان امین است از این هم با خبر باشیم. برای اون که زمانی رسید که چگونه که میگویند لا یبالی المرء بما اخذ امین حلال ام من حرام، انسان ها حتی پروای ندارن که با حلال به دست
چیز می آرند، مال می آرند یا با حرام، و حتما باید بدانیم که این نفر فریبگر است، آیا این نفر از جایهای دیگر قرضدار است یا نه. اگر شبهه کردیم که این نفر قرضدار است و یا فریبگر است، نباید به او از طریقه بیع یا خود تقسیط به او چیزی رو فروشیم. و بهترین راه همین کفیل گرفتن و یا ضامن گرفتن می باشد که در وقت فروختن میگوید حتما باید یک نفر دیگر همراه تو باشد که به کفالتش قرضهای تو و یا این تقسیط های تو رو بگیرد. و اینجا نمود دیگری بیع تقسیطی یا رسروج که هست که خیلی ها آمیخته کردگی هستند با چیزی دیگر. بین کردیت و بین رسروج که فرقی به اندازه هست. کردیت اصلش ریبا هست، ریبایی که الله این ببخشید درباره‌اش در سوره بقره میگوید اگر شما بس نکردید فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر شما بس نکردید حتما باید به جنگ به الله و به پیامبر آماده باشید. یعنی ریبا خودش استادش در کردیت وجود دارد، اما رسروج که در آن هیچ فایده نیست. رسروج که ما با خود فروشنده عقد داریم و فروشنده به ما کالای خود را به مبلغ گرانتر اما به شرط اینکه ما پول را کم کم برمیگردانیم داد. اما در کردیت ما از بانک قرض گرفتیم، با آن قرض کالا خریدیم، سپس آن قرض را زیادتر میکنیم و به بانک برمیگردانیم که عیناً این همان ربای جاهلیت و یا همان پرسنت خوری در شریعت حرام می باشد. برای همین نباید بین رسروج و بین کردیت آمیختگی کرد. کردیت اصلش از بانک است و ما پیش از آن که با مغازه کاردار شویم با بانک کاردار هستیم، اما رسروج که با صاحب کالا هست که با خود فروشنده ما رو به رو با او مصلحت میکنیم و همراه او در این باره عقدنامه میبندیم. و وقتی که در اینجا پای بانک به داخل آمد و بانک گفت تو این رو بخر، مبلغش رو من الان میدهم و اون مبلغ رو تو به من بعداً زیادی کرده میدهی، این همون قرض است. لیکن در بانک های اسلامی از جمله بانک فیصل و هر بانکی که با سیستم اسلامی کار میکند در این باره یک حل خوبی دارند. بانک میگوید هر خانه که میخواهی اون رو من به تو خریده میدهم، سپس مبلغ اون خانه را در مدتی معین حتی بعضیش تا 10 سال به من کم کم قسم قسم آورده میدهی. در اینجا هیچ ربایی وجود ندارد برای اون که بانک اون خانه را خرید. پس عزیزان توجه کنید، وقتی ما به یک چیز خیلی محتاج هستیم و فروشنده هم به ما نمیخواهد اون چیز را با رسروج و یا تقسیط بدهد، ما میتوانیم اگر بانک اسلامی داشته باشیم با بانک اسلامی مراجعه کنیم و یا یگان نفرانی ثروتمندی معتمد داشته باشیم به آنها مراجعه کنیم که همین کالا را شما الان خرید، سپس به من گرانتر فروشید، اما مبلغش را من در مدت 1 سال و یا 2 سال و یا در مدت چند ماهی که ما میدونیم که در همین مدت به دست ما پول می افتد آن را خریم. در اینجا مسئله یا بیع تقسیط برای چی حلال شده است میتوانیم بفهمیم که چقدر برای مردم آسان است. من میخواهم خانه خرم اما در دست پول ندارم، میروم به بانک اسلامی و یا به یک نفری که ثروتمند است میگویم همان خانه را بخر، به من به مبلغ گرانتر بفروش، من اون مبلغ رو به دست تو قسم قسم میدهم. در اینجا هم من فایده میکنم، هم فروشنده و هم بانک یا نفری ثروتمندی که به من کمک کرد. و بانک های اسلامی عیناً بجای کردیت کردن با همین نمود سیستم کار میکنن. هر نفری که میخواد خانه خرد و یا ماشین خرد که در دستش مبلغ آن نیست اما اون مبلغ پاره پاره به دستش می آید، در این وقت او می تواند به بانک مراجعت کند که الان به من بخر، من هر وقتی که به دستم معاش گرفتم قسم قسم به تو می دهم. اما کردیتی که یک بار همه مبلغ رو بانک به دست شما می دهد و شما دیگر قرض ها رو باید به خود بانک برگردانید، اینجا می شود همان پرسنتی که در شریعت حرام است. و این
فرق بین کردیت و بین رسروچکا بود و الان رسروچکا رو میتوانیم در تمام دولت ها پیدا کنیم که در آنجا نوشته شده است این با رسروچکا با فلان مبلغ فروخته می شود، اما اگر مباشری دست به دست الان یک لخت پرداخت کنید با فلان مبلغ. ولیکن عزیزان وقتی که رسروچکا رو با چشم خود دیدیم مبادا تمام این رسروچکا است، دیگر مسلمه احمدی این رو حلال گفته بود، حدیث عمرو ابن عاص بوده است، گویان یک بار نخریم. برای اون که رسروچکا های زیادی هستند که نامشان رسروچکا اما در داخل شرط های ریبوی دارند. شرط هایی که خیلی که گفتیم در آنجا نوشته شده است که خریدار اگر مبادای تقسیم پول ها رو برگرداندن پول ها رو دیر کرد یک بار کالا 10% می افزاید و یا 2% پول این از خودش زیادتر می شود که این الکی به داخلش شروطی ربا و یا شروطی پرسنت داخل شد. در اینجا باید خیلی احتیاط کرد و هر خرید و فروش تقسیطی که وجود دارد ما حتما باید شرطنامه آن رو از اول تا به آخر بخوانیم که آیا یکی از این شرط های ریبوی در آن وجود دارد و یا وجود ندارد. اگر شرط ها تماما وجود نداشته باشد، فروشنده اگرچه مسیحی باشد، یهودی باشد و روس باشد هم از او می شود خرید و فروش کرد، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری و دیگر کتاب های صحیح هست پیش از مرگشان از یهودی مقدار از طعام را گرفته بودند و مبلغش را به دست یهودی نداده جوشن خود را همچون گرو در دست او مانده بودند. اینجا نگاه کنیم خرید و فروش نسیوی را پیامبر انجام دادن، اون هم با یک یهودی غیر مسلمان. گفتن جوشن من در دست تو می ایستد، وقتی که من مبلغ این طعام را به دستت آوردم تو جوشنم را به من می دهی. اینجا این حکمت پیامبر بود صلی الله علیه و سلم شد که به امت بفهمونند که شما می توانید خرید و فروش نسیوی را حتی با یک یهودی و غیر مسلمان انجام دهید. ولیکن گفته بمانیم که حتما در وقتی با نسیه خریداری کردن و یا بیع تقسیطی کردن به شرط و شروطش نگاه کنیم و نگاه کنیم که در اینجا اون 6 نموده که پیامبر گفتند طلا و نقره و بقیه خوراکه هایی که پیامبر گفتن در بیع تقسیطی ما وجود نداشته باشد. و این درباره بیع تقسیطی و یا رسروچکا بود. و درباره کردیت و یا فرق آن کمی اشاره کردیم که عزیزان وقتی کردیت گفتیم کردیت الکی قرض های دراز مدتی پرسنت بندنده از خود بانک می باشد. و اگر هر چیزی رو شما گفتید با کردیت خریدم یا با رسروچکا خریدم، این رو بدونید که با کردیت وقتی خریدیم ما با پرسنت خریدیم، از بانک قرض گرفتیم و اون کالا رو خریدیم، اما وقتی گفتیم ببخشید با رسروچکا خریداری کردم من از خودی صاحب کالا خریداری نمودم. و شنوندگان عزیز این بود موضوع درباره خرید و فروش تقسیطی. و اینجا یک چند سوال ها آمده است، به سوال ها برمیگردیم و اگر وقت انشالله باقی ماند باز کمی در آخر درباره خرید و فروش تقسیطی کمی دیگر توضیح میدیم. یکم سوال چی میگوید؟ چو کردین شما پرسنت حلال برآوردین، ای الله ترسین. نمیدونم نویسنده چی رو در نظر دارد، شاید خودش از پرسنت بخبر است و کاش هم درست خط میکردید هم میفهموندید که در کجا ما پرسنت رو حلال گفتیم. آیا خرید و فروشی که تقسیطی هست این رو ما حلال گفته استادیم یا پرسنت رو ما گفته استادیم که درباره خرید و فروش تقسیطی شنوندگان عزیز حدیث عمرو ابن عاص است، حدیث در ابو بخشید سنن ابو داوود است و تمام مذاهب ابو حنیفه، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، تمام علما به این اتفاق هستند که کالا رو خریده پولش رو بعدن دادن جایز است، اگرچه فروشنده گوید چون پولش رو دیرتر میدهی من بالای این کالا کمی مبلغ زیادی میمونم. و این در تمام مملکت های اسلامی الان هم وجود دارد و از تمام فتاوایی که در ریاض است، در عربستان سعودی، جزایر، مصر، در هر دولتی که هم باشد با یک کلیک کردن با گوگل پیدا کرده می توانید که تمام علما اتفاق هستند که بیع رسروچکا خرید و فروش با این نمود جایز است و می توانند بین هم اتفاق کنند که کمی از استادش گرانتر می شود و این رو می توانید پیدا کنید.
سوال دیگر: سلام اپای مهربان، ایپاتیک خانه گیری چی می شود؟ درباره ایپاتیک یک برنامه ما بود، می توانید آن را از سایت پیام پیدا کنید. اما وقتی ایپاتیک می گوییم به اینجا نگاه کنید. ایپاتیک خودش اولش از ماترینسکی ماتریال یا کمک پولی به مادر شروع می شود. حدودی ماترینسکی کپیتالی که شما به دست گرفتید، مثلا 700,000 روسی یا اینکه 1,000,000 باشد، با همون مبلغ فقط اگر شما خانه خریدید اون جایز می باشد. برای اون که شما به همون مبلغی که دولت به نام کودک شما یا به شما داد از اون خارج نشدید. لیکن به شما دولت همچون کمک مادر و یا ماترینسکی کپیتال یک مبلغی را داد. خانه که شما میخرید از اون گرانتر است. با بالای این ایپاتیکی که یا خود این مبلغی که دولت همچون کمک پولی به شما داد، باز یک مقدار دیگر وقتی شما قرض از بانک میگیرید و قرض را حتما شما با کردیت میگیرید، این وقت این داخل میشود به ریبا. پس خانه که شما یا هر چیزی که با ایپوتک میخرید از حدود مبلغی که دولت برای فرزند شما جدا کرد نه افزاید. اگر از اون افزود، اون باید از جیب شما باشد، نه از طرف بانک. اما ایپوتکی که شما در اونجا نوشته شده است که تو برو از بانک مقدار قرض بگیر، گفتیم برای خرید خانه که خودی اونجا دولت معین میکند برای کودک تو 750 یا 450 یک مقداره، اون ایپاتیک رو دولت محکم میکند و اونجا شرطنامه، اگرچه شرطنامه ریبوی باشد، هم شما در اونجا امضا کردید و گرفتید، و شما گناه نمیشود برای اون که شما اون رو به بانک بر نمیگردانید. اینجا اتفاق نامه بین دولت و بین بانک وجود دارد و در کتاب‌های فروعی مذهب ابو حنیفه هم پیدا کرده میتوانید که دولت اگر کمک داد و در آنجا ریبا بود و بین خود دولت و بانک بود، به اینجا شما یگان خیل دخالتتان یا گناهتان نیست، چون ایپاتیک شما را همش را دولت میپوشاند. شما یگان تینه از جیب خود به بانک همچون قرض کردیتی بر نمیگردانید. ولی که متوجه شوید عزیزان که حتما باید ایپاتیک یا خود مبلغی که برای خانه خریدن شما گرفتید از حدود ماترینسکی ماتریال یگان تین زیاد نشود که آن دیگر به پرسنت تبدیل می شود. سوال دیگر: اگر ما مبلغ را به بانک گذاریم، فایزش را برای سپاریدن پرداخت برق و کمونالی صرف کنیم روا است یا نه؟ این خودش فایده بانکی و یا دادن قرض و یا دادن مبلغ و زیاد شدن آن خودش حتما برمیگردد به ریبا. هر تینی که شما دادید و زیاد شد، این می شود ریبا که الله میگوید فَإِن لَمْ تنتهوا فأذنوا بحرب. ببخشید آیت رو من کمی هیجانی شدم و فراموش کردم. اگر شما بس نکردید از خوردن ریبا، در این وقت به جنگ الله و پیامبر آماده باشید و این خودش ریبا می شود. از این نه به برق دادن جایز است، نه از این یگان صدقه کردن. بعضیا میگویند ما ریبا میدهیم و ریبا میگیریم و از آن صدقه میکنیم. پیامبر میگویند ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله طیب و پاک است و جز پاکی چیز دیگری را قبول نمیکند. هر خیری که شما از ریبا یا از قمار به دست آورده کردید اون قبول نیست. برای همین این مبلغی که فایدهش رو شما به برق میسپارید و یا به جای دیگر، اینجا بعضی از برادرها میگویند شما در دولت روسیه هستید، روسیه دولتی کفر است، شما میتوانید از خود آنها پرسنت آنها گیرید و به اینجا دهید و به آنجا دهید. اگر درباره حلال بودن پرسنت یگانه در مذهب ابو حنیفه با کفار گفته ایستاده باشند، این را بدونید که آن کفار آنهایی هستند که بین دو دولت جنگ اعلان شدگی هست و برای اکونومیکای آنها را ضعیف کردن شما میتوانید به آنها ریبا دهید. فقط این در حالت بین دو دولت جنگ بودن است. این هم فقط در مذهب ابو حنیفه. برای همین خودش شبهه هست، به این یگان نزدیکی نکنید و نگذارید که شما با همین عادت کنید و بعداً گوید بیا چی می شود من از این فایده برای خود خانه خرم، چی می شود از این فایده کار دیگر کنم، با همین بری بخوری شروع کنید. سوال دیگر: رسروچکا از ایپوتک چی فرق دارد؟ ایپوتک مبلغی که دولت برای فرزند شما جدا کرد
شما با اون مبلغ و خودی دولت هم برای شما یا حکومت روسیه برای شما شرط گذاشته است که با اون مبلغ برای خودت یگان نمود غیر منقول باغ و خانه و یا ماشین یا چیزهایی که خود دولت معین کرده است از آن میخرید و شما فقط با اون مبلغ فقط برای کودکتان جدا شده است، برای عائله های سرفرزند می توانید خانه خرید یا ماشین خرید یا باغ خرید. از اون مبلغ اگر کمی کرد با بالای و کمتر قرض گرفت که همون قرضش بالاتر گفتیم جایز نیست. رسراج که باشد شما پولتان در دستتان است، برای خرید کالو اون مبلغ نمی رسد، کمی میکند. در این وقت همراهی فروشنده عقد میکنید و یا با هم مصلحت میکنید که من یک مقدار کمی این رو به دستت میدهم، بقیه ماندگی پول رو کم کم مدت 1 سال هر ماه آورده میدهم. در این وقت فروشنده میگوید آره راضی هستم، کالا رو بگیر پولش رو کم کم آورده میدهی، یا میگوید من راضی هستم به شرطی که این کالا اگر الان قیمتش فلان باشد از آن باز من قیمتتر به تو میفروشم. یعنی تلفنی $100 رو به $150 به تو میفروشم و چه خیلی که خودت میخوای در مدت 1 سال در تاریخ‌های معین پول رو به من آورده ده. رسراج که ایپوتک فرقش خیلی کلان است. ایپوتک فقط با مبلغ کمک پولی دولت خریدنی خانه است و از اون زیاد کردنش جایز نیست، این رو گفتیم. ولیکن رسراج که با هر تاجر می توانید از هر کجای می خواهید چیز بخرید، ولیکن مبلغ آن را کم کم در مدت معین موافق اتفاق نامه به دست او برگردانید. سوال دیگر، اگر پول را پس انداز در بانک مانی بعد چند مدت پس فائز آن را گرفته توی کنی یا در خانه تجهیزات خری، آیا ممکن هست یا نه؟ این کسی که سوال داد برمیگردد به همون فائز بندی که خودش یمحق الله الربا و یربی الصدقات میگوید الله برکه و خود درآمدهای ربوی را نابود میکند و از آن برکه را دور میکند و هر پولی که از طریقه قرض عادی دادن و یا از کسب حلال به دست شما آمد به آن برکه میدهد و زیادی میکند. هر مبلغی که شما دادید و فائز بست بدانید که در آن فائز هیچ برکه وجود ندارد و زیاد شوی ربا سبب فساد و از بین رفتن برکت میشود. برای همین هرگز به کسی یا به بانک پول داده از آن فائز هم نگیرید، اگرچه بانک های مثلا اروپا و روسیه و دیگر دولت های غیر مسلمانی باشد و با آن پول حتی صدقه هم نکنید، کجا رود به توی و به چیزهای دیگر که استاد آن پول خودش ربا هست و احل الله البیع و حرم الربا. الله تمام نمودهای تجارت را حلال کرد ولیکن تمام نمود ربا را حتی 1 فائز باشد هم حرام کرد. این در شریعت حرام است. سوال دیگر، اپا جان ما در گرمانیا ای مگزینوش تلفن یا کامپیوتر میگیریم، در مدت 4 سال کم کم پولش رو میدهیم، این در کردیت میدراید. این اگر شما در این وقت آیا کردیت باشد و یا رسراج که باشد نمیدانید، حتما به اتفاقنامه و یا شرطنامه نگاه کنید. همراهی فروشنده صحبت کنید که آیا این پول اگر مبادا در مدت 4 سال من دیر کردم باز زیاد می شود یا نه، و آیا این پول را الان من خودم به تو در مدت 4 سال ببخشید آورده داده استادم، یا اینکه بانک در اینجا میانه رو هست و تو تمام پول رو از بانک گرفتی و من مبلغی که به تو میدی هم تو باز به بانک میدی. حتما باید با فروشنده صحبت کنید. برای آنکه عزیزان گفته استادم الان بسیاری از جایهایی که رسراج که نام دارند یا تقسیط نام دارند به کردیت و قرضهای ربوی آمیخته هستند. بانک پایش را به آنجا در آوردگی هست، میگوید تو به هر کسی که خواستی چیزت رو فروش، اگرچه با تقسیط باشد من مبلغش رو کاملا به دست تو میدهم، اما اون خریدار اون مبلغ رو زیادی کرده به دست من میدهد. این چیز رو حتما اهمیت دید. اما اگر مغازه به شما گفت که
پای هیچ بانک در میان نیست و در اینجا هیچ شروط نیست که اگر شما دیر کردید ما فایز میبندیم. در این وقت این همون بیع تقسیطی حلال است. شما به مشکلی میتوانید تلفن گیرید، کامپیوتر گیرید. اگر از شما کفیل خواست و یا ضمانت خواست که حتما باید امضا کنی که تو جزا میگیری، جزای مثلا یگان دارایت رو میگیریم، این هم جایز است، لیکن حتما اهمیت دهید که آیا میانه روی در داخل هست و یا شرط و شروط این مغازه این است که شما دیر کردید باز فایز میبندد. سوال دیگر، از یگان نفر پول قرض میگیری، بعداً صاحب پول دادگی میگوید پول را با فایزش برگردان، آیا حلال است؟ این باز برمیگردد با همین ربای حرام شده. ربا دو نمود می باشد، یک نمودش نسیه، یک نمودش فضل. و اگر درباره نسیه گپ زنیم همین است که پول رو می دهم دیر کردی به من زیاد کرده می آری. انا همین ربا رو هم پیامبر الله در یک چند حدیث، هم الله مخصوصا در سوره بقره بارها هم صاحبش رو هم خود پول رو از بی‌برکتی از جنگ بر ضد الله بیان کرده است، اعلان کرده است این حرام است. و هر کسی که گفت من به تو قرض میدهم اما پرسنت میبندد، گیرنده هم گناهگار میشود، دهنده هم. و اینجا هرگز نزدیکی نکنید. اما بجای این چیزی دیگر هست، رهن است در شریعت. مثلا قرض دهنده میگوید من به تو قرض میدهم اما از تو گرو میگیرم و همون گروی که من میگیرم یا زالوگ میگویم برابر قرض تو است. تو تلویزیونت رو و یا چیز دیگرت رو به من بده، وقتی که قرض رو به من آورده دادی من گروت رو به دست تو میدهم. این در شریعت حلال است. و جای این پرسنت بستن که میگویم تو این مبلغ رو بگیر دیر کردی فایز میبندد که این حرام است در شریعت به اتفاق تمام علما. و هر کسی که گفته استادم الله چه خیلی که میگوید یمحق الله ربا، تماما برکت هم این پول ندارد. و این انسان و عزیزان دقت کنید، هر کسی که ربا رو حلال میگوید در اسلام کاملا از اسلام خارج می شود، چون از حرام کرده های الله هست که بر الله درباره‌اش آیت و حدیث آمدگی هست. سوال دیگر، مثال طلا رو میخریم ارزانتر قیمتتر در یگان نفر میفروشی، آیا این گناه است؟ کسی که سوال رو داده است خواهر جان، البته که این تجارت است و نمود تجارت خودش همین است که چیزی رو ارزانتر میخری گرانتر میفروشی. و وقتی الله میگوید و احل الله البیع، الله تجارت را با تمام نمودهایش حلال کرد، مگر تجارت هایی که گفته استادیم در آن ربا آمیخته شده باشد و خیلی که پرسنت دادن و پرسنت گرفتن یا بعضی از شرط های فاسد. لیکن این نمود در همه جا، هم طلا هم دیگر کالاها ارزانتر میگیرید قیمتتر میفروشید، این همان تجارت حلال است که هیچ گناهی ندارد. سوال دیگر، در مغازه‌ات با طور رسروچکا سودا کنی، پولش رو جمع کرده نتوانی چی کار میکنی؟ چی راههای جمع آوری پول هست؟ در این باره من گفتم که برای اینکه کسی که از شما با رسروچکا چیز خرید در سر شما کلاه نگذارد یا اینکه فریبتان نکند، حتما از او کفیل طلب کنید. کفیل شما میگوید برای ضمانت و یا بروسی گارانتی برگردانیدن این رسروچکه ها به نزد من تو یک نفر رو بیار که او به من دستخط نویسد که مبادای اگر این پول رو نداد من میدیم، اگر من هم نداد شما حق دارید به پلیس شکایت کنید و یا به سودیه شکایت کنید. یا اینکه شما میتوانید وقتی که بر رسروچکا به کسی چیز دادید از او طلب کنید که در نزد من گرو بمان، یعنی من حتما باید یقین بدانم که تو پولی مرا میدهی، برای همین از تو گرو میخواهم، یگان مال رو در نزد من بمان. و در این وقت او به نزد شما چیزی رو میماند و وقتی که رسروچکا همش رو آورده داد شما گروی او رو به دستش میدهید. اما این پیش از آنه هست که شما میتوانید به کسی با رسروچکا چیزی رو فروشید. و بعضی از علما اجازه میدهند که شما بگویید من به تو با رسروچکا میفروشم اما تو حق استفاده رو نداری تا اینکه تمام پول ها رو به من دهی، که بعضی از علما میگن این نمود شرط جایز نیست. ولیکن همین شرط کفیل که از تو من نفری رو میخواهم که تو ندادی اون میدهد
وگرنه من شکایت میکنم. و یا اگر تو ندادی من میروم و از خانه چیزی رو میگیرم به نام خودم میکنم، با این شرط و شروط اگر راضی شد، در این وقت شما میتوانید به مشکلی با رسروچکا فروشید. یعنی حتما از او ضمانت طلب کنید که چی به من ضمانت میدهی که من به تو باور کنم. در این وقت شما کاملا با خیال راحت میتوانید با او چیزی رو فروشید. ولیکن دیگر الکی گذشت، شما با رسروچکا فروختید و الکی مبلغ شما رو برنگردانیده ایستاده است و او شرایط دارد. در شریعت لا الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که هر کسی که شرایط دارد و قرضش رو بر نمیگرداند این ظلم است، حتی او را دشنام کردن، عقوبت کردن جایز است. که بعضی از علما میگویند میتوانید او را سجن کنید، بعضیشون میگویند میتوانید حتی او را مجبورش کنید که یگان چیزش رو از خانه دهید. و در این باره موضوع خیلی وسیع است، ان شاءالله به این موضوع هم در یگان برنامه برمیگردیم. یعنی شما میتوانید با طریقه چند بار تلفن کردن و چند نفر رو به مابین در آوردن اگر شرایط داشته باشد مبلغ های خود را به دست بیاورید. ولیکن خیلی که گفتیم برای این نمود مشاکل یا کشمکشی رخ ندادن حتما باید فروشنده از خریدار ضمانت یا خود گارانتی طلب کند که تو به من چی ضمانت میدهی که تو مرا فریب نمیکنی. سوال دیگر، در حالت ضروری ما از بانک پول گرفتیم. در حالت ضروری باشد یا غیر ضروری باشد، گرفتن قرض هایی که از بانک ها، اگر بانک های اسلامی نباشند، قرض های پرسنتی میدهند تماما جایز نیست. کاش این پول رو نمی گرفتید. اکنون که گرفتید و الکی گذشت، چیزی که یگانه میگویم توبه کنید و آن پول ها رو به زودی برگردانید تا اینکه قرض ها بالای هم پرسنت نبندند. سوال دیگر، تیر ماه یک کمز پیاز را 50 درهمی گرفته بهار 1 سومانی میفروشند. آیا این حرام است؟ البته که حلال است. چه خیلی که گفتیم وقتی ما شریعت بیع نمود خرید و فروش را حلال کرد میگوییم، خرید و فروش همین است. شما که یک چیز را گرفته از نرخش ارزانتر نمیفروشید و یا یک چیز را گرفته با نرخ خودش نمیفروشید. معنای تجارت این است که چیزی را خریدیم و بالای آن یک کم مبلغ گذاشتیم و آن را فروختیم. فقط ببخشید مقداری که بالای آن گذاشتید تا اندازه نباشد که برای مردم ظلم کنید. یعنی در اینجا شما تمام رسخودهای کردگیتان رو حساب میکنید و چه اندازه برای خودتان فایده است این رو حساب میکنید و میفروشید. این نمود تجارت ها، یک چیز رو خریده رسخودش رو بالای اون مونده باز قیمت تر کرده فروختن، عین همون حلال یا بیع حلال، تجارتی حلال می باشد که هیچ گناهی برای شما نیست. این یک نمودی به دست پول آوردن با راه حلال می باشد. سوال دیگر، نرخ و نوا بالا رفته ایستاده است، قرض می دهیم، بعد 2 سال برمیگردانند. قرض گرنده ولی نرخ محصولات 15% بلند رفت. در این حالت چی کار باید کرد؟ در اینجا اگر مقصد از این باشد که ما پولی که دادیم الکی نرخ دیگر شد و وای پول قدرش پستر شد و از این چیزها، اینها همش بوی ریبا رو میدهد. همون مبلغی که شما 10 سال پیش دادید 10 سال بعد هم خودی همون مبلغ رو میگیرید. اگرچه 10 سال پیش $100 با امروزه $100 فرق زیاد میکند، 10 سال پیش سومانی با امروزه سومانی فرق زیاد میکند، هر مبلغی که دادید همون مبلغ رو میگیرید و مبلغ شما هیچ علاقه به بالا شدن و پایین شدن نرخ ندارد، هیچ علاقه. برای همین اینجا یک از گفتم اجتهاد خودم باشد، میتوانم برای شما عزیزان یک نصیحت یا خود راهنمایی کنم. ما میتوانیم، چون میبینیم که پولهای کاغذی قدر خود رو همه ساله دیگر میکنن، امروزه سامان فردا دیگر است، امروزه روبل دیگر است. این بازی های پولی یا بازی های پول های ساخته هر روز دارد دیگرگون می شود. بیایید به اصل برگردیم. شما می توانید وقتی که قرض می دهید به کسی، البته قرض دهنده مثل صدقه کننده اجر می گیرد، در این باره حدیثی ثابت است. شما می توانید بگویید همان مبلغ که الان من به تو 2 سر گوسفند و یا به تو یک مقدار طلای خریده می دهم، بعد از چند سال هم تو به من 2 سر گوسفند می دهی و یا همان مقدار طلا می دهی. خیلی که می دانیم طلا در خود ارزش دارد. طلا بعد از 2
سال 10 سال هم دیگر نمی شود و یا گاو و گوسفند هم ارزش خودشان هست، چون از چارپاها یگان بار 10 سال پیش با این روز مثل پولهای کاغذی فرق نمی کنند. برای در قرض این گونه یک بار کساد نشدن شما می توانید با آن مبلغ از کالای همان روزه حساب کنید، یعنی مبلغ رو نداده با همین مبلغ من به تو از 2 سر گوسفند خریده می دهم و 2 سر گوسفند رو عیناً با همین صفت هایش بعد از 2 سال به من میدی. یا الان می رویم برای تو 5 گرم طلا خریده می دهم، تو پول نو به من 5 گرم طلا میدی. در این وقت نرخ و نوا اگرچه دیگرگون شد شما مبلغتان رو با قدر و قیمتی که در زمانش داده بودید با آن میگیرید. لیکن چه خیلی که گفته استادم در دادن قرض بالا شوی و پایان شوی نرخ دخالت نمی کند، این به ریبا نزدیک می شود. چه قدر که دادید همان رو باید بگیرید. سوال دیگر، بسیار شخصان در روسیه کار نرخ میکنند چند حاضر 10,000 روبل، اما به شخصی که کار رو میکند میدهند 7,000 روبل. 3,000 روبلش رو خودشان میگیرند، اما در این کار دست نزده است. آیا حلال است یا نه؟ اینجا پیش از همه در خوندن کمی من مشکلی کشیدم. خواهر عزیز و نویسنده خواهر است. درباره میانه روها یا خود با زبان روسی ما میگویم کرده و کارگیر، آنهایی که کار میفروشند پسریتنیک، از پسریتنیک ها صحبت میکند. حدود سیمساری در شریعت جایز است. سیمسار بودن، میانه رو بودن که یک کس دلالی میکند، لیکن دلالی هم با یک نرخ کمی باید باشد که هر دو طرف راضی باشد، هم فروشنده هم خریدار. اینجا اساساً این دلال هایی که در تاجیکستان دلالی میکنن یا در روسیه بین کارگر و کارده کار میکنن، اساسی کارشان از دروغ شروع میشود، برای اون که از دو طرف مبلغ میگیرند، هم از کارده هم از کارگر. البته که در اونجا بعضی نفرانی به انصاف و خدا ترس هم هستند که با روزگی کار میکنند و خود کارگر هم از کار آنها راضی است، لیکن بسیار زیاد دیگری هم هستند که یک کاری رو میگیرند و 50 به 50 تقسیم میکنن، یعنی مبلغ کار 50% به دست دلال میافتد که هرگز دستش بلای آلوده نشد، 50% دیگرش به 10 نفر یک بریگاد گویم یک گروه کلان که هر یکی وی شب و روز 5 ماه و 6 ماه کار میکند. البته که این اکل و اموال الناس بالباطل است، یعنی خوردن مال مردم از راه باطل. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگوید الله در سوره بقره. هرگز از راه حرام، از راه باطل مبلغ همدیگر را نخورید. و همون نفری که با این نمود کار میکند نمیدونم چگونه آسوده سرش را به بالش مینهد وقتی که میگوید من یک کاری که مثلا 100,000 است 50,000ش را از آن خود کردم، هیچ کار نکرده، با یک تلفن دست زدن و یا با اینکه من با یک صاحب کار شریک هستم 50,000ش را به 10 نفری که 6 تایی 5 تایی کودک دارند 5 ماه و 4 ماه یا حتی 1 ماه شب روز کار میکنن به آنها دادیم. دلال در شریعت سیمسار نام دارد، جایز است، اما مقدار پولش محدود و کم است، نه اینکه از خودی کارکن و کارده از هر دویش هم روسی است یا درجه پول میگیرد که اگر کارکن آن را شنید میگوید ظلم بالای من است و من راضی نیستم، و کارده در اینجا هم میگوید چقدر کارگرها را و هم مرا فریب کرده است. ولیکن انشاءالله در یکی از برنامه ها کاملا درباره کسب دلالی و یا اینکه موضوعی که الان گفته استادیم پس ریتنیکی با هم صحبت میکنیم. در اول برنامه نبودم، کوتاه درباره رسروچکا صحبت میکردید. اول برنامه رو انشاءالله بعد از اینکه مویان تمام کردیم میتوانید از نو گوش کنید. یک چیز رو سوال دیگر، یک چیز رو مثلا تکنیک رو در وقت ارزانیش طریقه رسروچکا میگیری، بعدتر نرخ همین تکنیک بلند می شود. آیا صاحب مغازه حق دارد تکنیک قیمت شد گفته باقی مانده پول رو بیشتر گیرد؟ تماما حق ندارد. از شرط و شروطی تجارت رسروچکا این است که مبلغ همان مبلغی که در اول اتفاق کردیم یک خل می استد. مبلغ دیگر شد، نرخ دیگر شد، زمانه دیگر شد، اینها تماما رابطه ندارد. اگر صاحب کار گفت که
تو اکنون قیمت تر میدهی، خریدار میتواند بگوید که بر نمیگردونم، همون مبلغی که با هم اتفاق کرده من همون رو میدیم. یعنی بیعی که یا تجارتی که با هم در اول اتفاق کردید همون مبلغ رو میدید. فروشنده تماما حق و حقوق ندارد که بگوید تو زیادی کرده میدهی چون نرخ دیگر شد. عکسش هم خریدار هم مثلا برای 10 سال خانه خرید، بعد از 10 سال خریدار فهمید که این خانه ها خیلی ارزان شدن، هرگز گفته نمیتواند که هی فروشنده به من ارزان تر کن برای اون که نرخ تغییر یافت. المسلمون علی شروطهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مسلمان ها باید رعایت کننده شرط هایشان باشد، اما در دوامش مگر شرطی که احل حراما او حرم حلالا، مگر اینکه شرط هایی که حرام را حلال میکند و یا حلال را حرام میکند. پس شرط و شروط همان گونه که هست باقی میماند. کسی نه فروشنده نه خریدار حق دارد خود نرخ را دیگر کند. سوال دیگر، اگر در شهر روسیه پولگیری از بانک بین مسلمان و بین کافر درسته یا نه؟ جواب: از بانک از مسلمان و از کافر قرض گرفتن، عموما قرض از کافر در شریعت جایز است. در این باره حدیث صحیح از حضرت عایشه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم مقدار از طعام را قرض گرفتن یا خود گرفتند و پولش را بعداً میدهم. گفتن این الکی معنایش قرض گرفتن است و جوشن خود را در نزد یهودی همچون گرو ماندن. عموما از کافر قرض گرفتن حلال است، ولیکن وقتی که میگوییم کافر و قرضگیری، این رو بدانید که قرض اگر در آنجا ریبا داخل شد، یعنی گفته شد که این قرض به فلان مدت داده می شود، اگر دیر کرد به من مبلغ زیادی چند فایز می آورد، این الکی ریبا می شود، حرام می شود. پس بانک هایی که از روی سیستم اسلام کار نمی کنند، بدانید که یگان تایشان رایگان صدقه یا خود قرض حسنه نمیدهند. قرضی که میدهید و عیناً خودش رو برمیگرداند، حتما در آنجا پرسنت وجود دارد. برای همین به کافر مسلمانی قرض دهنده نه، به شرط قرض نگاه کنید که آیا در آن شرط ها پرسنت وجود دارد یا ندارد. بعضا مسلمان به شما قرض میدهد اما پرسنت وجود دارد، بعضا کافر قرض میدهد اما پرسنت ندارد. لیکن بانک عیناً خودش نمودهای اگر اسلامی نباشد همش با پرسنت قرض میدهد که جایز نیست. خواهر شرط ها داره. اینجا سوال است، خواهر شرط ها دارد تقسیط. من درباره شرط های تقسیط صحبت کردم. من گفتم که از شرط های تقسیط طلا و نقره و این چنین بقیه صنف های ریبا در آن نباشد که در این باره در باب ریبا یک موضوع کامل صحبت میکنیم. و این چنین از شرط های تقسیط این است که مبادا در وقت معامله کردن یا با خود عهد و پیمان کردن فروشنده نگوید که اگر دیر کردی من فایز میبندم، یعنی به هر روز یا ماهی که تو تقسیط یا قسط های پول رو آورده ندادی 10% 2% زیاد می شود. در این حالت این شرط ها همش حرام است، داخل به تجارتی تقسیطی شما شد، تجارت شما رو به یک قرض ریبوی تبدیل می دهد. برای همین یکی از شرط های مهمش این است که در طلا و نقره و خرید پول ها وجود نداشته باشد تقسیط. شرط دیگرش این است که مبادای در آن شرطی فایز بستن وجود نداشته باشد. سوال دیگر، کلمه رسروچکا رو با زبان تاجیکی گوید. اینجا بعضی افغان ها نیز گوش میکنند. برای همین سوال دهنده عزیز، بارها هر وقتی که من میگویم رسروچکا میگویم تقسیط، وقتی میگویم تقسیط میگویم رسروچکا. و برادر و خواهران فارس زبان عزیز ما که خواه از ایران باشند خواه از افغانستان میدونن که تقسیط در آنجا هم بیع تقسیطی یا قسط وجود دارد که انشالله که منظور بنده را میفهمند. ایپوتک رو اجازت داده بودن کو؟ نمیدونم کی رو در نظر دارن ایپوتک رو اجازت داده بودن کو گویان، ولیکن وقتی سوال میدهید عزیزان خواهش میکنم سوال رو مفصل نویسید برای اینکه من توانم درست جواب دهم. و اگر اشتباه کردم حتما در خود سوال ها میتوانید اشتباه بنده رو درست کنید و من هم متوجه شوم، برای اونکه انسان پیامبر نیست، معصوم نیست و در گفتنش بعضی لغزش زبان می شود، بعضی خطا می شود. حتما خطاگی خود را اصلاح کنم و از عزیزان معذرت خواهی کنم. و اینجا ایپوتک وقتی که گفتیم ایپوتک اجازت هست گفتم من خودم هم، اما شرط دارد
حدود ایپاتیکی که شما میگیرید از حدود مترینسکی کپیتال و یا کمک پولی که همچون مادر به عائله کمک پولی مادری به عائله شما داده شد از آن زیاد نباشد. مثلا به شما 750,000 روبل جدا شد، شما فقط همون 750,000 روبل رو میگیرید از بانک، با اون خانه میخرید. اگر این پول کفایه نکرد از جیب خودتان یا از یک نفر قرضی به پرسنت میگیرید. اما بالای این با یک مقدار دیگر قرض کردیتی خریده اگر ایپوتک گفتید، اینجا دو چیز رو همراه کردید، کمک پولی دولت رو و این چنین یک مقدار قرض پرسنتی رو. برای همین ایپوتک اجازت است در حدود کمکی که دولت برای شما جدا کرد از اون زیاد از بانک قرض نگیرید. سوال دیگر، سوالی من در عروس کار میکنم لیکن گوشت خوک میفروشیم، همین بر من گناه میگیرد؟ خواهر کسی که سوال داد خواهر هستید، برادر هستید، بدانید که برای مسلمان فروختنی تمام چیزهایی که اسلام حرام کرده است حرام است. گوشت خوک باشد، گوشت هر حیوانی که به بسم الله کشته شده باشد، گوشت نمودهای الکلی باشد و حتی فروختن انگور به نفری که او عرق می‌سازد در شریعت حرام است. برای همین وقتی که شما میدونید که اینها گوشت خوک میفروشند و اگرچه اون گوشت خوک را خود روس‌ها میخرند هم در آنجا کار نکنید، چون در جای کار کرده ایستاده اید که اون کار شما از روی شریعت حرام است. هر چیزی که در شریعت حرام است فروختن اون هم حرام است، این چنین هدیه کردن اون هم حرام می باشد. سوال دیگر، تاوان گرفتن حلال است یا حرام؟ جواب میدادید تاوان گرفتن همون گرو است و درباره گرو گرفتن در سوره بقره آمدگی هست که الله میگوید اگر شما در سفر باشید و نفری رو پیدا نکنید که در خرید و فروش شما همچون شاهد اشتراک کنند، فریحان و مقبوده، پس در این وقت تاوان یا خود گرو گیرید. گرو گرفتن در وقت قرض دادن جایز است و اگرچه در جامعه تاجیکی گرو رو یک چیزی بد فکر میکنند و گمان میکنند که این کار گناه هست، اما در این باره حدیث پیامبر هم است که پیامبر خودشان گرو گذاشتن در نزد یهودی و خود الله در قرآن میگوید شما اگر شاهد پیدا نکردید برای کشمکشی نشدن به یکدیگر در وقت قرض گرفتن و یا حتی کالای رو برای پولش رو بعدن میدهی گفته دادن گرو گیرید. وقتی ما گرو دادیم یا گرو گرفتیم بدونید که هم فروشنده هم خریدار با قلب آرام زندگی میکنند که من اگر مبادای دیر کردم در نزد او گروی من هست، از اون استفاده میکند و کسی که قرض داد اون هم میگوید اگر مبادا پول رو آورده به من نداد گرو رو از آنی خود میکنم. اما گرو هم یک مسئله از حد وسیع در شریعت اسلامی در معاملات اسلامی هست که در وقتی گرو رو از خود کردن باید شرطهایش رو اجرا کنیم و لیکن عموما چون سوال درباره گرو رفت، آره گرو گرفتن و این چنین گرو دادن در شریعت حلال می باشد. السلام علیکم، یک سوال داشتم، برنامه را پیگیری کرده ایستاده بودم، یک سوال به میان آمد. اگر یک مقدار مبلغ را با بانک مانی به نیت توی که تا 5-6 ماهی که هست صرف نشود به زندگی در وقت توی سرگردان نشوی و همراه فایدهش را با کموننی و پولی موسار و پولی سوید دهی چیست گناهش؟ این را من گفتم که هر مبلغی که شما دادید و فایز بست و عموما هر بانکی که شما میدانید مبلغ که دادید فایز میبندد به اونجا پول دادن حرام است. این درباره خود ربا اگر گپ زنیم، خود معنای ربا عین ربا همین است که شما پول رو دادید و آن پول زیاد شد، یعنی به بانک اگرچه همچون امانت موندید بانک آن رو همچون قرض قبول میکند و آن رو استفاده میکند و وقتی که استفاده کرد به عوضی هر یک وقتی که شما از آن دیرتر کردید به آن پرسنتش رو زیاده کرده میدهد و اینجا شما وقتی که مبلغ رو دادید و زیاد شد البته که برگشت به ربا شدن و وقتی که ربا گرفتید به آیت قرآن و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار شما
خلاف کردید. وقتی که الله میگوید و احل الله البیع و حرم الربا، تمام نمود ربا رو، خواه ربا از طریقه بانک باشد، خواه شما آن رو همچون قرض نه همچون امانت داده باشید و خواه شما آن رو گفته باشید که من این رو میگیرم و صدقه میکنم، اینها همش ربا حساب میشود و نباید شما این رو بدهید. و وقتی الله میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ای مسلمان ها از الله بترسید و تمام نمود ربا را بس کنید اگر مؤمن باشید. اگر شما میگویید من مؤمن و مسلمان هستم، دیگر به ربا نزدیکی نکنید. چی ربا را به کسی قرض دهید، چی از کسی قرض گیرید و وی به بالایش پرتسین بندد. و عجیبش در دوامش میگوید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر شما این رو نکردید، باز ربا رو دوام دادید، پس به جنگ با الله و با پیامبرش آماده شوید که انسان وقتی جنگ اعلان شد خواه و نخواه برابر الله ذلیل و مغلوب میماند. ولیکن الحمدلله خودی آیت باز و این توبتم فلکم رؤوس اموالکم، لیکن اگر توبه کردید همون اصل مال از شما. و عین خودی آیت دلالت به آن میکند که رباگیر و ربا دهنده اگر توبه کرد او دیگر بخشیده می شود. لیکن من از فایز آن به کسی صدقه میکنم، به خانه خود فایده کمونانی خود میدیم، برای بچه هم، اینها همش ربا هستند، همه نبودش کتی حرام می باشد. و اینجا سوال دیگری آمده است، تابان چیزی گم شده رو گرفتن درست است؟ تابانی چیزی گم شده رو گرفتن درست است؟ به این مسئله باید از نزدیک نگاه کنیم. چگونه چیزی شما گم شد؟ چگونه چیزی شما گم شد؟ اگر یک نفر فقط چیزی شما رو گم کرد و هیچ چیز رو گم نکرد، او مقصر است در این وقت، برای اون که وی در اینجا گوی شاید خودش گرفته باشد، شاید که در اینجا سهلنگاری کرده باشد، اما یک نفر برابر چیزی شما رو گم کردن چیزی خودش رو هم گم کرد. خانه خودش سوخت، در درون خانه چیزی شما بود، خانه اش رو دزد برد، در درون همون دزدیده شده ها چیزی شما بود، شما حق تابان طلبیدن رو ندارید، برای اون که اینجا قضا و قدر بود. یعنی از روی سهلنگاری نه و از روی تقدیر این کار شد و گذشت. لیکن اگر شما میدونید که این نفر دروغ گفته ایستاده است، درباره چیزی شما حفاظت یا امانت داری سهلنگاری کرد، چیزی شما رو به حولی ماند، چیزی خودش رو به خانه روز کرد، همه چیز در جایش، فقط چیزی شما دزدیده شد، در این وقت او ضامن است. ضامن معنایش حتما باید عوضی چیزی که با آن سهلنگاری کرد و نگاه نداشت آن را به شما برگرداند. لیکن باید ببینید که چگونه چیزی شما گم شد، آیا از روی سهلنگاری یا از روی قضا که خود گم کرده هم در این وقت خودش هم خسارت دید. سوال دیگر، وقتی پول زکات دادن این پول زکات من هست گفتن شرط هست یا نه؟ البته که شرط نیست. و وقتی که این تبدو صدقات فنعمه و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اگر شما صدقه های خود را، زکات خود را نشان داده ظاهرا دهید هم خوب است، لیکن اگر شما اون را پنهان کنید، به کسی نگفته، حتی به خود گیرنده نگفته دهید، باز بهتر است. لیکن اینجا چیزی دیگر است. بسیار ماشاءالله از خواهر و برادران تاجیکی ما اگرچه شرایط پست داشته باشند هم غرور خود را دارند، غرور انسانیت. و وقتی به آنها گفته شد این صدقات من است یا زکات من است، معنای زکات این است که پول زیادی من است و من آن را به کم بغل میدیم، به تو داده ایستادم، و این نفر دیگر در قلبش اونقدر غرورش زیاد می شود یا گرفتن نمیخواهد یا خودش رو پست حس میکند. برای همین بهترینش این است که این یک هدیه من بر شما گوید و حتمی نیست که نام زکات دهنده اعلان شود و یا خودتون گوید که این پول زکات من. موضوع نیت در زکات حتمی است، نیت داشته باشید و جای نیت، محلی نیت قلب انسان است که با قلبش نیت کرد دیگر تمام. سوال دیگر، سلام علیکم و رحمت الله. شخص پول می دهد برای خریدن ماشین و در طول یک سال بالای پولش حدود معین پول می گیرد. آیا این از نظر اسلام جایز است؟ راستی گپ من سوال رو درست نفهمیدم. یعنی شخص پول می دهد برای خریدن ماشین و در طول یک سال بالای پولش حدود معین پول می گیرد.
اگر خودی سوال دهنده میشنوید الان مرا سوال رو وسیع‌تر میکردید برای اون که من درست نفهمیدم پول رو از کی میگیرد و پول رو به کی میدهد و در رابطه ماشین اینجا آیا قرض است یا چیز دیگر است. سوال دیگر، شخصانی که پولشان را به صاحب کار برای تجارتشان با یک وقت معین داد، صاحب کار از فایده صافش هرچی از دلش برگرداند حلال است؟ اینجا وقتی که شخص به صاحب کار برای تجارت پول داد و گفت این برای تو قرض است، این قرض برای تو است، چیکار کنی کن با این پول؟ فقط در همان وقتی معین پول رو به من برگردان. صاحب کار البته که از اون پول هر کاری که خواست از فایدهش میکند، لیکن حتما شخص قرض دهنده باید به اینجا نگاه کند که آیا صاحب کار تجارتی حلالی دارد یا حرامی، برای اون که اگر تجارتی صاحب کار با کالاهای حرام باشد مثل الکل و دیگر چیزهای حرام، قرض دادن هم به او جایز نیست که این تعاون علی الاسم و العدوان است، یعنی یاری کردن یک نفر در گناه است. اما یک صاحب کاری رو میشناسیم که او با حلال مشغول است، به او قرض دادیم و او از اون فایده هر چی کار کرد از آن خودش است، مادامی که در اینجا مضاربه وجود ندارد. لیکن به یک نفر قرض دادیم و به او گفتیم هر چی فایده هست تو با این پول تجارت کن، فایده این رو بین هم 50-50 یا 40/60 یا مثلا 30/90 بین هم تقسیم میکنیم. این به مضاربه داخل می شود که شرط و شروط خودش را دارد و در این وقت صاحب کار همراه صاحب پول با هم اتفاق میکنند که از فایده چند در چندی با هم تقسیم میکنند و این الکی به مضاربه تبدیل می شود. پول از نفری پول دار، مهنت از طرف صاحب کار. اما همچون قرض به او دادید و وی پول شما رو عبرات گراند و برای خود فایده کرد، چون شما هیچ شرط و شروط مضاربه و یا از فایده اون پول با هم استفاده بردن رو نداشتید و نداده، در اینجا البته که صاحب کار میتواند هر چی خواست با فایده کند، چون وقت قرض گرفت و قرض رو در وقتش تنش رو برمیگرداند، مگر اینکه در اینجا شریکه یا مضاربه وجود داشته باشد که خیلی که گفتم پول رو میدهید و طرف با اون پول کار میکند، فایدهش رو بین هم با اتفاق تقسیم میکنید، اما شرط و شروط های خاص خودش رو مضاربه هم دارد. اینجا سوال دیگر، چیزی دزدی رو از کسی خریدن ممکن است اگر میدانی که وی آن چیز رو از جای کارش دزدیده است یا از دیگر جا. چیزی دزدی رو خریدن در شریعت حرام است و در این باب مخصوص در فقه است خریدن چیزهای دزدیده شده و یا غارت کرده شده. و وقتی که الله میگوید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان و هرگز همدیگر رو در گناه و دشمنی کمک نکنید، وقتی یک نفر دزدی میکند و ما از او میخریم به او کمک کرده ایستادیم که وی دیگر باز در دزدیش دوام دهد، بگوید من میدزدم و دیگران میخرند. میداند که یک کس دزدیده ایستاده است، حرام است که از او چیز خرید، شما در گناهی وی و یا کمک کردن به او شریک هستید. سوال دیگر، سلام علیکم، من در یک دولت هستم که به کارت بانکی نمی شود کارهای خود را بود کرد، لیکن بانک به من فایز نمی دهد، پول من چی می شود؟ علیکم السلام. اولا هر بانکی که شما با آن پول دادید اما فایز نمی بندد یا اینکه با یک بانک کارت گشودید و بانک یک قسمش با ریبا کار میکند، قسم دیگرش بی ریبا، بی پرسنت، و جایی که شما با آنجا کارت گشودید یگان رابطه با قرضهای ریبوی و پرسنتی ندارن، البته که هیچ مشکل ندارد و چون اینجا ضرورت هم هست که شما به کارت بانکی زندگی کردن برایتون مشکل بوده است. البته که وقتی یگان فایز نمیدهد برای شما و اونجا یگان مبلغ پرسنتی وجود ندارد، هیچ مشکل ندارد. اما اگر میگفتید که من از بانک کارت گشودم و کارت من خود از خود هر ماه افزایش مییابد، پرسنتش زیاد میشود، در اینجا میگفتیم به این نزدیکی نکنید چون این ریبا میباشد. سوال دیگر، یکی از مولای روسبان در روسیه گفت که پول پرسنت دولت را به دولت دهید، یعنی نخورید و به دولت دهید. این را از خود روسبان، از همان مولا میپرسیدید. من در این باره هیچ چیز گفته نمیتوانم تا جایی که من در باره ریبا گفتم. یگانه در وقتی
ریبو گرفتن و ریبو دادن فقط برای اکونومیکای دولتی که با شما جنگ اعلان کرد ضعیف کردن، در مذهب ابو حنیفه با اونها پول داده پرسنت گرفتن جایز است. اون هم فقط شما فایده میکنید و دولت ضرر میبیند. در حالت جنگ دو دولت با هم جنگ اعلان کرده است، تا توان باید اون دولت و اکونومیکای اون دولت، اقتصادی اون دولت رو ضعیف کنید. لیکن در این باره چیزی که گفتید از خود گوینده میپرسیدید بهتر بود. سوال دیگر، پولم به زکات رسیده است اما پولم رو به یک چند آدم قرض داده ام ولی چند سال است که گرفته نمیتوانم. در این وقت صاحب کار یا خود شخصی که پولتون در دست دیگران است، زکات خود من اموالهم صدقه میگوید الله، از پول آنها زکات بگیر. صدقه به معنای زکات است. هر پولی که در دست خودتان نیست، وای پول به نامش از شما از به کسی قرض دادید، امانت دادید، گرفتنش رو نمیدونید، در آن زکات وجود ندارد. این به اتفاق علما، مگر اینکه شما یقین میدونید که پول دادتان رو اونها برمیگردونند، در این وقت زکات میبرید. اما نمیدونید اون پول رو چند سال است و نداده ایستادن و اون نفرها شاید خیانت کنند، تا زمانی که به دست پول نآوردید زکات ندارد. لیکن وقتی که پول ها رو به دست آوردید، همون چند سالی که باید زکات میبرآوردید یک لخ کرده باید همش رو برآورید. مثلا 3 سال در دست نفر پول شما بود، بعد از 3 سال همه پول رو به دست آوردید، از همون 3 سال پیش زکات رو همش رو میبرید، چون زکات در هر یک سال بالای پولی که مقدارش به 85 گرم طلا و یا 595 گرم نقره رفته رسید فرض میگردد. سوال دیگر، سلام علیکم، سوال من چنین است: هنگام ویتناژی تست و گرفتن در روسیه وکالت شدم. همین پول در دوام 6 ماه قریب 300 روبل زیاد شده است. من بیخبر از اینها یا حرام است؟ شما اگر بیخبر باشید هر چیزی که از روی خطا فراموشی بیخبری شد، البته که گناهکار نیستید، ولیکن به پول نزدیکی نکنید. یعنی از این پولی که از حرام شد نزدیکی نکنید. اگر چی صدقه کردن از پول ریبا حرام است، ولیکن بهترش از همین 300 روبل باشد هم خلاص شوید. ولیکن چون شما در این یگان نمود شرط و شروطش بیخبر بودید و نمیدونستید که ریبا شود، انشاءالله که هیچ گناهکار نیستید. لیکن همون 300 روبل رو چون از راه حرام به شما داخل شد، خودتان برای خودتان استفاده نکنید. اگر صدقه کردید باز بهتر است. یک نفر 500 و یا 600 هزار پول قرض میدهد و در طول یک سال 100-200 از پول دادهش زیادتر میگیرد، از قرض گیرنده میگیرد و به اتفاق طرفین. کسی که سوال رو داده ایستاده است، در ریبا اتفاق دو طرف هست و یا نیست. اینجا هیچ اساسی و یا هیچ حلال و حرامی رو دیگر نمی کند. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هر کسی که ریبا میخورد در روز قیامت مثل نفری که او را جن زده است بیدار می شود. و وقتی که الله میگوید احل الله البیع و حرم الربا، هر کسی که آیت را به دقت نگاه کند، وقتی الله میگوید ما ریبا را با تمام شکل‌هایش حرام کردیم، این معنیش این است که دو طرف راضی هستید و یا راضی نیستید هیچ فرق نمی کند. ریبا حرام است، گرفتنش هم دادنش هم. یعنی البته یک نفر وقتی مجبور می شود و پول نیاز دارد، رفته میگوید ریبا باشد هم به من پول بده. اینجا روزگی دو طرف هیچ رول نمیبازد، نقش نمیبازد. ببخشید که بعضی نعوذ بالله میگویند زنا حتی ریزوگی دو طرف که شده ایستاده است گناه نه. نعوذ بالله. مثلا میگویند زنا یعنی بین زن و مرد با ریزوگی شده ایستاده است، کسی رو مجبور نمیکند. اینجا پرسنت هم اگرچه دو طرف راضی هستند، مثلا میگویند که هیچ مشکل ندارد، من راضی هستم، من هیچ از شما مثلا خفه نیستم، ریبا میماند، حرام میماند. در اینجا بریزوگی کسی اهمیت نمیدهید، دادنش هم گرفتنش هم حرام است و به خود حدیث داخل می شود و دهنده ریبا در خود دنیا هم خودش جزایش رو میبیند کجا رسد به آخرت که الله برکت مال او را نابود میکند. و این را میتوانید در بانک های ربوی جهانی پیدا کنید که چقدر بانک ها در مدت کوتاه یک بار به کساد تبدیل میشوند و خسران میبینند. سوال دیگر، در کارت بانکی پولمانی کمیسیه میگیرد. این پرسنت است یا حق خدمت بانک؟ در تلفن، در ترمینال پولمانی هم کمیسیه میگیرد. کمیسیه را ما پرسنت گفته نمیتوانیم، این رو میگوییم حق خدمت. یعنی وقتی که از این دولت به اون دولت پول میفرستیم، اونها حق خدمتی خود رو میگیرند. و یا اینکه همچون امانت
با بانک های اسلامی پول میموند، میگویند در یک ماهی از پولتان نیو خودتان از دیگر جو کمی پول میدید، چون ما به عوض این امانتداری خود پول میگیریم. حق خدمت رو با پرسنت آمیخته نمیکنیم. پرسنت این است که پول داده‌ات یا پول قرض گرفته‌ات پرسنتش زیاد شده میگیرد. حق خدمت هر ماه برای خدمت ما یا هر خدمتی که انجام دادیم یک مقدار پول به دست ما میدهیم. سوال دیگر اپا جان درباره بانک اسلامی یک برنامه میکردید. ان شاء الله درباره بانک اسلامی و چگونه میتوان در شرایط امروز یک بانک اسلامی ساخت و آیا بانک های اسلامی در جهان بوده همهشان از روی سیستم اسلامی کار کرده استادن، حتما یک موضوع خدمت شما عزیزان خواهیم آماده کرد. سوال دیگر اپا جان، آیا صدای شما برای مردها گوش انداختن گناه نیست؟ درباره صدای زن عورت است یا عورت نیست شما می توانید از هر عالم دلخواهتان بپرسید که صدای زن عورت است. حدیثی که آمده است حدیث ضعیف می باشد. و درباره صدای زن خود الله میگوید قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. پیامبر الله شنید سخن زنی که آمده همراه تو درباره شوهرش مجادله میکرد. پیامبر در مسجد بودن، همه صحابه ها بودن، زن اومد و گفت پیامبر الله من خودم را برای شما فدا میکنم. پیامبر همراه صحابه ها نشسته بودن، برای زنها آمدند و موعظه کردند و وقتی گفتن اکثر شما در دوزخ هستند زنها پرسیدند برای چی؟ درباره صحبت زنها و درباره صحابه زنهایی که صحیح بخاری را روایت کردگی هستند و درباره حضرت عایشه که زنهای پیامبر از ما هم تقواشان بالاتر بود، اگرچه امهات المؤمنین بودند ولی برای آنها تقوا کردن از ما هم باید زیادتر بود. آواز آنها عورت نبودن و صدای زن عورت نبودن. در این باره تمام علما اتفاقشون یافته میتوانیم. برای همین چون بنده در این باره از روی شریعت گپ میزنم، در این باره برای خودم برای شما هم اطمینان میدهم که چیزی که من کرده ایستادم و یا گفته ایستادم از شریعت خارج نیست. از شریعت این چیز خارج نیست. سوال دیگر، السلام علیکم، یک سوال دارم. آدمی که پول رو به مردم همچون پرسنت میدهد حجشون قبول می شود یا نه؟ حج پرسنت خور یعنی حج کردن با پول پرسنت حرام است. این چونین صدقه کردن با پول پرسنت حرام است و حج کردن با پول دزدی، پول کسی رو می دزدند و حج میکنند. از روی حرام پرسنت پول جمع میکنند و حج میکنند. پرسنت کتی پول جمع میکنند و مسجد میسازند. تمام عملشون هباء منثورا هست. الله طیب است، الله پاک است، به جز پاکی چیز دیگری را قبول نمی کند. صدقه که از حرام شده است آن را قبول نمی کند. حجی که با پول حرام شد آن را قبول نمی کند. و درباره این موضوع الهیده وسیع است، اما بدانید که حلال هم نیست، جایز هم نیست و برای یگان پرسنت خور نباید که از پرسنتش حج کند، برای اینکه درآمدش استادش حرام است. و بعضی از علما میگن وقتی میدونید یک نفر کاملا از پرسنت درآمد دارد حتی نانش را نخورد، چون نانی به دست آوردهش هم از راه حرام به دستش آمدگی هست. سوال دیگر، از آدم قرضدار اجازه است که بر اساس تکنیک خریداری کند؟ آدم قرضدار درباره صدقه کردنش نباید صدقه کند تا اینکه کل قرضهایش را بدهد، برای اینکه قرض همیشه انسان را حتی شهید را تمام گناهایش بخشیده می شود به جز قرضش. لیکن خرید و فروش برای انسان قرضدار جایز است، هیچ مشکلی ندارد که و چیزهای ضرورات خودش را خرد. و اینجا یک موضوع دیگری هم هست، می شود که ما از رسروچ که یک چیز را گیریم پولی آن را همش را ندهیم و به دیگر کس فروشیم از اینجا درآمد کنیم. این نمو تجارت هم هست که انشاءالله که یک تجارتی حلال است. در باب تجارت های زمانوی هم به اذن الله در وقت و در عمرمون برکت داده باشد با هم انشاءالله صحبت میکنیم. اما البته که آدم قرضدار به مشکلی میتواند چی خرید رسروچکه چی خریدهای دیگر خریداری کند، لیکن با چیزی که ضرور دارد و ضرورت ندارد با اون هم اهمیت دهد که قرض از همه بالا میستد. قرض از همه بالا میستد. قرض خود را نداده وقتی دیگر چیزها خریداری میکنید هم خودتون گناهگار میشوید و هم اون نفری به شما قرض داده دیگر میتواند که حتی در لب در شما آمده کپه زده نشیند که بیا اول پولم رو ده، و این رو شریعت هم اجازه میدهد. سوال دیگر، معاشم رو دیر دادن ولی بالاش کارخانه دیرتر بالاش کمتر زیادتر دادن، این مقدار حلال است؟ برای دیر دادن اگر جبران پولی داده باشند این از طرف کارخانه است، مشکلی ندارد.
یعنی کارخانه چون برای شما پول رو دیر داد، برای همون مدت های کاری کردگیتان آن رو داده ایستاده است و این هیچ مشکلی ندارد. این با قرض و با پراتسین یگان رابطه ندارد. یعنی با شما برای اون که کارگری محترم در ما کار کردید، پولتون رو دیر کردن و البته کارخانه هم میدونه در کجا کمی زیادی کند، البته که روزهای اضافگی یا ساعتهای اضافگی هم دارد. برای همین انشالله که این به حرام داخل نمی شود. سوال دیگر، به کسی که نسیه میگیرند چیزی خود را از نرخش قیمتتر کرده فروشی اجازت است؟ همین بیع خرید و فروش تقسیطی ما همین است. سوال دهنده عزیز که یک نفر از شما نسیه میگیرد، شما میگوید برای اون که نسیه گرفته ایستاده قیمتتر میخرید. در این باره ما حدیث عمرو ابن عاص که در ابوداود است الان گفتیم که این دلیل تمام علما صاحبان 4 مذهب است که میشود که چیزی رو به نسیه گیرید و فروشنده، اما خودی حاضر فروشنده میگوید بعدا نیو همین روزی که ساعتی که شما کالا رو به دست گرفته ایستاده اید، فروشنده میگوید این رو نسیه میدهم اما شرطش این که قیمتتر به تو میدهم و این جایز است که همین خرید و فروش تقسیط یا قسطی یا رسروچکا به داخل می شود. سوال دیگر، اپا جان ما پول مردم را به تاجیکستان انتقال میکنیم، راهگیراش را 2% میگیریم، این حلال است یا حرام است؟ در انتقال پول ها شما 2% راهگیرا یا حق خدمت خودتان را میگیرید، اما حق خدمتی که شما میگیرید این حلال شما است، اما در وقت انتقال پول حتما به یک نکته اشاره شود. روبل میگیرید باید به دستشان روبل دهید، سامان میگیرید به دستشان سامان بدهید و به خودی همون نفری که به دستتان الان آورده پول داد اتفاق کنید که 2% از آن، یعنی مبلغ معینی، هر پولی که من میفرستانم حق مزد شما جدا از آن پول باشد، بهترش از درونش باشد هم معین باشد. یعنی همین مقدار پول حق خدمتی من، این پول رو من روان میکنم، اما روبل به روبل، سامان به سامان، دلار با دلار و اینجا شما همچون وکیل از او پول رو میگیرید. اگر گفتید علاج ندارد اون طرف سامان میدهند، همون دقیقه که به دستتون روبل رو گرفتید سامان رو باید با همون دقیقه برابر کنید، یعنی قدری سامانی حاضر پولی به دستتان گرفته باید برابر شود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الذهب بالذهب ربا الا حوها، یعنی طلا به طلا وقتی میدهید دست به دست باید باشد تو بدهی و اون بگیرد، مگر این ربا می شود. پول هم عیناً همیشه وقتی که روبل میگیرید باید اون طرف روبل بگیرد، دست به دست. اینجا شما همچون وکیل حساب می شوید و حق خدمت شما حرام نیست. این حق برای خدمتتان شما هم به مردم کمک کرده استادید، هم رزق خورده استادید، اما اهمیت دهید به خودی پول، سامان به سامان، دلار به دلار، روبل به روبل، اینها رو دیگه کرده نمی شود که با همین نمود، یک نمود فریب و نیرنگ، چقدر بانک های تاجیکستان چقدر مبلغ مردم رو دزدی کردن. برای همین از اینجا نباید حرامخوری در میان باشد. سوال دیگر، اپا جان جواب بگوید با پول بانک عائله‌دار شوی جایز است یا نه؟ بسیار در تاجیکستان همین خیل میکنن، بانک فایز میگیرد و این سوال آخران است و گمان میکنم وقتی ما هم عزیزان به آخر رسید. پول بانک چون پول را شما همچون پرسنت میگیرید، اون پول حرام است. با پرسنت نه ازدواج کردن جایز است، با پرسنت نه حتی حج کردن و صدقه کردن. برای همین شما میتوانید، کاش بانک های اسلامی در تاجیکستان هم به کار می افتادن که گرو میدادیم یا تاوان میدادیم، تاوان یا میدادیم ما پول میگرفتیم، لیکن با آن پولی که از بانک با پرسنت میگیرید نه ازدواج کردن ممکن، نه کاری دیگر. یعنی تماما به قرض های بانک و ربوی نزدیکی نکنید، چون این خودی الله به شما میگوید یا ایها الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ببخشید کمی اشتباه کردم. و در دوامش میگوید شما بس کنید اگر مؤمن باشید، یعنی وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، مسلمان هستید، بس کنید گرفتن و دادن ربا رو. اگر برای ازدواج باشد هم تماما به این چیز نزدیکی نکنید و انشالله پیدا کرده میتوانید نفرانی که همچون صدقه یا خود همچون
قرض حسنه برای شما قرض رو برای ازدواجتان بدهند. و اینجا شنوندگان عزیز یک موضوع درباره خرید و فروش تقسیطی یا خود رسروچکا داشتیم و در این باره یک چند سوال ها بود. اگر یگان سوال ها خطای شد چیزی شد این از من است، از روی شریعت نیست، خطا کننده من هستم نه شریعت. حتما در برنامه های دیگر به خود موضوع ما سمونه ما می نویسید و به اذن الله هفته آینده هم با هم در برنامه ترازوی عمل در همین ساعت ها در کانال پیام هستیم و می توانید سوال های خود را از طریق واتساپ به ما روان کنید و انشاءالله که هر موضوع جدید یا یک برنامه که می خواهید درباره حاضران برنامه های باشد که حاضر در ما در جامعه تاجیک عموما در جامعه جهانی وجود دارد و شما میخواهید حکمش را فهمید، مثل اینکه یکی از خواهرایی که یا برادری گفتن که حتما درباره بانک های اسلامی یک برنامه میکردید، میتوانید به ما فرستید و این چنین میتوانید برنامه های ما را و خود پیام را در هم سایت پیام هم تلگرام پیام هم در یوتیوب پیگیری کنید. تا هفته دیگر و تا روبرو شدن ما و شما در برنامه های دیگری هم مستانه هم ترازوی عمل هم عموما رادیوی پیام شمایان را به الله یکتا میسپارم. امیدوار هستم که فایده ما به شمایان میرسد و هر چی که از ما هست این اول شده رضای الله و خدمت به یکی شما هموطنان عزیز و مظلوم ما تاجیکستان می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو Mm-hmm.